به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان بسیار گرامی قدر، یکایک شمایان را خیر مقدم میگوییم و از خداوند حق سبحانه و تعالی دعا میکنیم که این لحظه هایی که شما ما را تماشا میکنید لحظه های مبارک و بسیار پربرکات گرداند. البته هر یک انسان در این روزها یا شاید هر لحظه به اختیارها و به قرارها به قرار آمدن دچار می شود و روبرو می شود. از میده ترین اختیار آغاز کرده، از اختیار جوربی که می پوشد تا اختیار خانه و در و تا اختیار همسر و اختیار وظیفه کارش به قرار آمدن مجبور می شود. نوبسته از آن اختیاری که اختیار میده است یا کلان است، هر یکی ما و شما باید در این دنیا اختیار کنیم و به قرار بیاییم. و بعضا قرارهای ما و شما یا از قرار ما و شما حیات ما و شما، کلا حیات ما و شما وابستگی دارد و گاه انسان به قرار می بیاید که یک قرار درست که آینده او را درخشان و پرنور می گرداند و یکی از بنده های خوشبخترین خداوند می گردد. یا گاه انسان خدا نکند که یک اختیار می کند که اختیار خطا و غلط که حیات کلن حیات او وابستگی از همون اختیار و قرار او وابستگی دارد. مثلا امروزها شاید به خانه کسی به خواستگاری صاحب دختر به خواستگاری دخترش می بیایند و او باید حتما به قرار بیاید که دخترش را به ازدواج این نفر راضی می شود یا نه، باید اختیار کند. و یا انسان به خریدن خانه یا فروختن خانه یا به اختیار وظیفه خود باید که به قرار بیاید. و چنانه که گفتیم نفرهایی هستند که در اختیار خود موفق شده اند و بعضا گاهان نفرهایی هستند که از آوان خرده، از آوان کودکی یا جوانی والدان آنها، پدر و مادر آنها را به اختیار کردن و صاحب اختیار شدن و صاحب قرار شدن ناآموزانیدند و آنها را گویا همیشه تکیه بر پدر و مادر یا یک نفر آموزانیدند که این خیل نفرها خدا نکند که در حیات خود بسیار به مشقت‌ها و دشواری‌ها روبرو و دچار می شوند. و گاه انسان از اختیاری که از قراری که می آید نه تنها خود بلکه دهها و صدها شاید هزارها نفرها وابستگی از اختیار او دارند و از آن قراری که او به همون قرار می آید آینده چندین نفرها، صدها یا اینکه هزارها نفرها را آینده اش را حل و فصل می کند، یا به سوی نیکی یا خدا نکند که به سوی بدی با سبب یک قرار غلط، یک اختیار خطا انسان حیات چندین نفرها را دیگرگون می کند. امروز چنانه که گفتیم هر یکی ما و شما نوبسته از منصب و از سن و سال و از وظیفه ما و شما هر یکی ما و شما صاحب اختیار باید باشیم و صاحب اراده باشیم و قرار ما و شما، اختیاری که ما و شما در این حیات اختیار میکنیم و به قرارها می آییم چگونه باید باشد و ترازویی که با آن ما و شما بر میکشیم آیا من این راه را یا به این قرار آیم و یا این راه را اختیار کنم و به این قرار بیایم. ترازوی ما و شما در حیات ما و شما یعنی قانون ما و شما در این حیاتی که طول چند سال ما به سر میبریم چی باشد؟ حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنند که سال 11 بعثت بود، یعنی از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم 11 سال گذشته بود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم طول 11 سال پیامبر بودند و رسالت خداوند را برای مردم میرسانیدند. میگویند سال 11 هجری بود. علی با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنه
خداوند برای پیامبر اجازت داد که تا اینکه دعوت خود را برای دیگر قبیله های عرب، وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت را به قریش پیشنهاد کردند، به اهل مکه پیشنهاد کردند، برای هر یکی ما و شما معلوم است که اهل مکه بسیار با پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارزه بردند و دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را نپذیرفتند مگر یک چند عدد محدود از صحابه های کرام رضی الله عنهم. خلاصه خداوند اجازت داد که برای پیامبرش تا اینکه دعوت خود را برای دیگر قبیله ها پیشنهاد کنند و دعوت خود را برای دیگر قبیله ها برسانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه علی چنانه که گفتیم و ابوبکر صدیق سال 11 بعثت بود و وقت حج بود. در وقت حج حتی پیش از اسلام هم از تمام گوشه و کنارهای جزیره نیم جزیره عرب به سوی مکه می آمدند و در گرد و اطراف کعبه زیارت حج می کردند. البته حج آنها از حج اسلام فرق می کرد. حج آنها به بت‌هایشان بود و حج آنها یعنی حج شرکی بود و بت پرستی بود. خلاصه آنها به حج می آمدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم این فرصت بسیار پرقیمت را غنیمت شماریده خود را یک به هر یک قبیله دعوت خود را پیشنهاد میکردند. علی رضی الله عنه میگویند ما با همراه ابوبکر و پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک مجلس روبرو شدیم که در آن 3-4 نفر بزرگان نشسته بودند. علی میگویند ابوبکر صدیق که همیشه در کارهای خیر و در همه چیز مقدم بودند از من دیده و به همون مجلس در آمدند و گفتند شما از کجا هستید؟ و ابوبکر صدیق رضی الله عنه نسب شناس بودند. نسب تمام نیم جزیره عرب را میدانستند. ابوبکر صدیق گفتی خدا ما هر یک انسان را 7 پشتش میدانستند. ابوبکر صدیق گفتند شما از کجا هستید؟ آنها گفتند ما از قبیله بنی شیبان. قبیله بنی شیبان یک قبیله بسیار پرقوت بود، قبیله که در عراق جایگیر شده بود، بین عرب ها و بین فارس ها بود. آنها یک قبیله بودند که جای آنها یک جای بسیار استراتژی بود و آنها بین امپری فارس و نیم جزیره عرب جایگیر شده بودند. گفتند اجازت میدهید ما همراه شما نشسته کمی صحبت کرده باشیم؟ گفتند بفرمایید. پیامبر صلی الله علیه و سلم با علی و ابوبکر نشستند و با آنها شناسایی کردند. وقتی ابوبکر صدیق رضی الله عنه از آنها پرسیدند که شما کی هستید؟ یکی از آنها گفت من مفروق ابن عمرو هستم. دیگری گفت من هانی ابن قبیسه هستم و سومی گفت من مثنا ابن حارثه هستم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیسته پیامبر صلی الله علیه و سلم را با لباس خود سایه می‌کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود را آغاز کردند. گفتند من شما را به سوی یکتاپرستی، به سوی توحید دعوت میکنم و دعوت میکنم که من پیامبر هستم، من فرستاده خدا هستم و چنانه که به شما معلوم است قریش دعوت مرا نپذیرفته ایستاده است و من میخواهم شما مرا نصرت دهید و من میخواهم شما مرا یعنی مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم از نصرت دادن آنها مقصدشان میخواستند با همون صحابه هایی که همراهشان بود به قبیله آنها هجرت کنند. و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود را آغاز کردند و آنها را به یکتاپرستی دعوت کردند، مفروق گفت باز به چی دعوت میکنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چند از آیات های قرآن کریم را وقتی تلاوت کردند، مفروق گفت هرگز این سخنی که تو گفته ایستاده ای سخن انسان نیست و این چیزی که تو دعوت کرده ایستاده ای اخلاق والا و اخلاق بزرگ به یک
گویا به یک دین بزرگ دعوت کرده ایستاده و خوار و ذلیل شود نفرهایی که این دعوت تو را قبول نمی کنند. و مفروق که همراهش باز دو نفر دیگر بودند سخن را به هانی سپارید. هانی ابن قبیسه اهل علم همون قبیله بنی شیبان بود، یعنی انسانی که گویا راهبر دینی قبیله بنی شیبان بود. هانی گفت البته سخنهایی که شما گفته ایستاده اید سخنهای همش سخنهای خوب است و دعوتی که شما کرده ایستاده اید دعوت بسیار خوب است، ولی با یک نشست من به قرار آمده نمیتوانم. مقصد از این قصه همین است برادران عزیز، یکی از عبرت بزرگ چنانه که در آغاز برنامه گفتیم به قرار آمدن. شاید در حیات ما و شما چقدر پیشنهادهای بزرگ برای ما و شما می شود، یا هر روز هر لحظه به گوش ما و شما سخن حق می درآید. گویا ما و شما را به اختیار کردن، به قرار آمدن و حیات خود را بهترین کردن اختیارها شده ایستاده است. آیا ما و شما به همون سخنها گوش انداخته قرار خود را تغییر و عوض داده ایستاده ایم؟ گفت با یک نشست من به قرار آمده نمیتوانم. و چنانه که گفتیم سومین نفر مثنا ابن حارثه بود و سخن را به مثنا حواله کرد. مثنا ابن حارثه سرلشکر این قبیله بود و پدر مثنا نیز یکی از سران قبیله بنی شیبان بود و یکی از جنگاوران بزرگ بود مثنا ابن حارثه. و وقتی هانی سخن را به مثنا حواله کرد، مثنا نیز گفت آن سخنی که هانی گفت و دو نفری که پیش از من سخن کردند، منظور مفروق و هانی، آن سخنی که آنها گفتند من هم آن را اقرار میکنم و البته سخنهایی که شما گفته ایستاده اید سخنهای بزرگ است. دعوتی که شما کرده ایستاده اید دعوت بسیار خوب به اخلاق حمیده و به کار نیک شما دعوت کرده ایستاده اید. اما در اینجا بسیار اهمیت دهید برادران گرامی و خواهران عزیز. گفت اما یک چیز است. گفت ما یک قبیله هستیم که بین فارس و عرب جایگیر شده هستیم و بین ما و فارس ها عهدنامه هست. عهدنامه ما یعنی برکشید، با ترازوی خود برکشیدند. گفتند شما امروز یعنی زبان حال این نفرها این بود که بله ما قبول داریم خوب است، اما شما در حالت ضعیفی قرار دارید و در قفای ما یک امپری بزرگ که فارس است و آنها آتش پرست هستند. و مثنا همینجا باز یک سخنی گفت این دعوتی که شما دعوت کرده ایستاده اید به پادشاهان به شاهان، این را شاهان قبول نمی کنند، پسند شاهان نیست. این گفت برای همین ما مقابل فارس ها برآمده نمی توانیم. آن جانبی که جهتی که طرفی که عرب است همه آنها رو ما از آنها شما رو حمایت کرده می توانیم، اما از آن طرف ما حمایت کرده نمی توانیم شما را. گفت پیشنهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ پیشنهادشون به یکتاپرستی و قبول کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام. گفت شرط ما این است که با فارس ها شرطنامه ما این است که ما یگان نفری که نوآوری میکند او را قبول کردن نمیتوانه. تصور کنید
پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ آیا برای ما و شما این خیلی پیشنهاد شود ما و شما، جواب ما و شما یا قرار ما و شما چی خواهد بود؟ هر یک نفر، هر یک انسان، هر یکی ما و شما برادران عزیز باید فکر کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این دین را نصرت نمی دهد مگر نفری که اسلام را کلا قبول میکند، با همه دشواری هایش و با همه نیکی و سختی و وزنینی هایش. یعنی آن پیشنهادی که آنها کردند با پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول نشد. یعنی گویا من از این جهت قبول دارم و از این جهت قبول ندارم، یا اینش را میتوانم اینش را نمیتوانم. من نماز، مثلا نفرهایی هستند که میگویند من نماز بامداد را میخوانم، سحر به کار میروم و بیگاه میبیایم باقی مانده نمازها را با خفتن جمع میکنم و قضاگی میخوانم. اینش را میتوانم اینش را نمیتوانم. یا من در بهار طهارت میکنم و برای من یگان مشکلی نیست، در زمستان باشد میگویند هوا خنک است، سرد است، فلان است، یا این عذر دارم وای عذر دارم. البته عذرهای شرعی نه، عذرهایی که هوای نفس انسان است، اینش را قبول میکنم و این حالتش باشد نه من نمیتوانم، من در فلان جا هستم، در این هستم، در وای هستم، من این را نمیتوانم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ گفتند این دین را نصرت میدهد نفری که کلا با همه اطرافش احاطه کرده، قبول کرده، پیرو می شود. این از ترازوی ما و شما، نه اینکه ترازوی ما و شما فلان و این قوت دارد، این ضعیف است، این فلان است، بیسمدان است. نه. برای همین برادران عزیز تصور کنید نتیجه قرار یک نفر یا دو نفر چی شد؟ نتیجه قرار اینها چی شد؟ علی میگویند پس از آن ما از آن مجلس برآمدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آنها گفتند که خوب شد که صدقاً شما گشاد و روشن راستش را گفتید، برای من بیان کردید، ولی چنانه که گفتند این دین را نفر نصرت میدهد که نفر انسان مسلمان حقیقی است که کلاً قبول میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوبکر و علی برآمدند از نزد آنها و به نزد اوس و خزرج، قبیله اوس و خزرج در آمدند و نتیجه وقتی دعوت خود را به اوس و خزرج، قبیله اوس و خزرج پیشنهاد کردند، اوس و خزرج تشنه بودند، تشنه دعوت رسول الله بودند و گفتند جانمان فدای شما است و ما قبول داریم. تصور کنید نتیجه قرار اوس و خزرج این شد که آنها انصاری شدند، آنها از اهل مدینه شدند و مدینه که نامش یثرب بود با قدوم رسول الله و با قدوم صحابه مدینه منوره گشت و شاید با قرار آن سه نفر شیبان مدینه می شد و چند هزار نفری که قبیله شیبان بودند انصاری ها می گشتند، اما قرار آنها دیگر بود، قرار اوس و خزرج دیگر بود. و برای همین سخن را طولانی نمی کنیم، دعا می کنیم که خداوند هر یک ما و شما را به اختیار درست و به قرار درست موفق کند و کند که هر یک ما و شما در این حیات از آن اختیارهایی که از جانب الله حق سبحانه و تعالی برای ما و شما می آید راه درستش را اختیار کرده باشیم و خداوند هر یک ما و شما را موفق گرداند و تا برنامه های آینده خداوند یار و مددگارتان باشد.